سلام دوستای عزیز، دکتر حامد جمال هستم، متخصص ارتوپدی و فوق تخصص آرتروسکوپی. امروز درباره گپای بسیار مهمه که بعد از عملیات ACL آرتروسکوپیک ریکانستراکشن یا عملیات دوربینی یا لیزری که بر زانو میشه به مریضا در مورد از او بحث میکنیم و سوالاتی که زیاد در ذهن مریضا بعد از عملیات خطور میکنه در او گپ میزنیم. اولی که وقتی که مریضا عملیات میشن، بعد از عملیاتشان از سر صباحش و خیر مریضا ورزش‌های خود شروع میکنن. ورزش‌ها را تماما نظر و هدایت دکتر چیزی که برای گفته میشون اون ورزش‌ها را میکنن. خودسرانه ورزشی که از در گوگل سرچ میکنن یا دوستایشان برش میگه از او تماما اجتناب میکنه، به خاطر از اینکه هر دکتر وقتی که مریض خود عملیات میکنه این که در جریان عملیات کدام گرفت برش استفاده کرده، به ACLش منسکسش چطور پیار کرده، او را تنها دکترش میفهمه و او برش هدایت میده که کدام ورزش‌ها را کنه. دوم دواهایی که برشان توصیه میشه دوای خود به اون طریقه‌ای که در دیسچارج سمریشان یا در رخصت خطشان نوشته است به اون طریقه استفاده کنه. معمولا 4 دوا خیلی مهم میباشه که ما به مریضای خود میتیم. دواهای آنتی بیوتیک میباشه یا ضد میکروب فامیس روز دو وقت استفاده میشه. دواهای ضد درد است روز دو وقت به مریض میتیم. دواهای اسیدیتی یا بر تیزابیت معده میتیم و بعضی مولتی ویتامین استفاده میشه. به اون طریقه که گفته باید استفاده کنن. سومی که مریضا وقتی که عملیات میشه بعد از عملیات 100% باید نظر به هدایت دکتر خود، معمولا دکترها توصیه میکنن که 2 تا 2 هفته اول بعد از عملیات یا 14 روز اول باید از عصاچوب استفاده کنن و تماما فشار بالای پای خود نبیارن و باید اگر مریض توانمندی از این داشت اگر که بگرده بازم باید نگرده، از اون عصاچوبی که قسمی که دکتر هدایت داده باید اون رقم استفاده کنن. بعضا ضرورت به این میشه که ما منسکس ریپیر میکنیم تا 6 هفته مریض هدایت میتیم که باید فشار سر پای خود مکمل نبیاره و اونم نظر به هدایت دکتر رو به اون طرف پیش بره. و دیگه که استفاده از زانوبندا خیلی مهم میباشه. مریضی که عملیات میشه معمولا 4 تا 6 هفته ما زانوبند به مریض میتیم. حتی در حالت استراحت هم باید زانوبند در پایش باشه، به خاطر از اینکه بعضا حرکات ناخودآگاه پای در افتادن پای زانو جلوگیری از این میکنه که گرفت ما خطا بخوره. به خاطر باید زانوبند همیشه در پای مریض باشه. دیگه که پانسمان خیلی مهم گپ است. معمولا 3 روز بعد مریضا پانسمان میشن، در صورت از اینکه اگر پانسمانش زیادتر میشد، از پانسمانش خون میامد، افرازات از پانسمانش میامد، یا ای که احساس میکرد که تبش بسیار زیاد بالا شده یا پوندیدگی زانو به اندازه‌ای است که همراه با سرخی است، باید این خیلی جدی بگیره و هر وقت که نمی علائم به مریض پیدا میشه باید که دکتر خود در تماس شود. دیگه گپی که مریضا خیلی تشویش میکنه از قاط شدن زانو. بعضی مریضا است که 2 هفته زانو خود مکمل قاط میکنه، بعضی مریضا است که تا 8 هفته هم نمیتونه قاط کنه. یک هر انسان پروسه هیلینگ یا پروسه ترمیم در وجودشان فرق میکنه. به این خاطر اگر تا 8 هفته هم پورا زانو خود قاط کردن نتونستن، زیاد گپ قابل تشویش نیست و باید برای تشویش نکنن. دیگه که اگه وقت مریضای ما بعد از عملیات تشویش از این میکنه که عملیات کردیم و عملیات ما دوربینی یا آرتروسکوپیک بوده، بازم زانوی پوندیدگی داره. اگر این پوندیدگی به اندازه‌ای بوده که قابل تحمل است و این پوندیدگی قسمت قبلا گفتم که تب نداره، مریض سرخی نداره، یک چیز نرمال است، میتونه که دوباره خودش به صورت طبیعی جذب شود دوباره. سوال دیگه که خیلی مهم است و خیلی مریضای ما بعد از عملیات پرسان میکنه است که چی وقت ما بایسکل دوانی کنیم. معمولا 4 ماه بعد ما به مریضا توصیه میکنیم که بایسکل دوانی کنن، پیش از او باید بایسکل دوانی نکنن. دیگه ای که موتور دوانی چی وقت کنن، معمولا 2 الی 3 ماه بعد ما مریض توصیه از این میکنیم و اجازه از این میتیم که موتور بدوانن و در زینه تا بالا شدن زینه میتونه که 2 هفته بعد مریض تا بالا شون.